یک با منت یک دشمنت گورم نمردم کند جوره ها جوره ها جوره ها جوره ها. یک با منت یک دشمنت گورم نمردم کند جوره ها جوره ها جوره ها جوره ها. پول داشتم جان شما وگرنه حیران شما بیگانه بر خوان شما جوره ها جوره ها جوره ها جوره ها. امیر جان از جوره ها چی علم دیدید که این ترانه رو روی کار آوردید؟ من فکر میکنم که یگان شخصی نیست که از جوره از دوست جبر ندیده باشد، نه زن باشد نه مرد. من فکر میکنم که در این دنیا بغیر از پدر مادر دیگه دوستی حقیقیه که به مثل پدر مادر دوستی کرده میتواند وجود ندارد. توانسته باشد که برایت مصلحت خوب بدهد و جز پدر و مادر شخص دیگر نیست. خب اولین ترانه‌ای که شما سرودید امیر جان کدام ترانه بود؟ اولین ترانه‌ای که من سرودم سالی صنف نهم و وقتی میانه تحصیل کردم. اولین سروده که من از یاد کردم راستی تا نیمی سرود آماده کردم که استاد همون وقتی من رو به توی معرکه ها برده بودم. من خودم خیلی در هراس ترس بودم، عموما در نزد مردم عموما برآمد کرده نبودم یکان بار. و این سرود خلابندی بود. ترانه خلابندی میتونه چون مثل به طور زنده؟ بله من کوشش میکنم. من چندین وقت گذشته است که این سرود رو نساییدم، لیکن وقتی که نیمی سرود رو آماده کردم استاد من گرفتم برای با معرکه گفتم استاد اول به من وقت دید من همین سرود رو حداقل پورا یک سرود رو باشم پورا از یاد وصف کنم. بعد رو گفتم نه تو باید روی یعنی همینه همونجا موندگیش با خیمانش رو همونجا آماده برای مخلصان ازت میکنم. بله سرایم شد مثل مرحمت به طور زنده. ای حضوری مخدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جان من. بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشی، آی بحری پابوسی تو هر جا سبزه سر میکشی. داشت با خود نسخه از حسرتی میجگان من، داشت با خود نسخه از حسرتی میجگان من. سربلند باشد آوازتون خستگی رو نبیند و شنونده عزتمند با باوری گفته میتونیم که برای امیر جان سرود خواندن مشکلی ندارد، زیرا امیر جان در ژانر اپرا ترانه میسراید و این خوشبختی هست برای یک جوان خوشبخت تاجیکستان. در خواب نازم همدم و همراه رازم، مادری جان و عزیزم پیش پایت سجده سازم. مادرم جان و جهانم، مادرم بختی جوانم، مادرم روی روانم، مادری جانم. دید از هجری رو خط خونبار گشته، تنی رنجور با یادت زار گشته، با یادت زار گشته، با یادت زار گشته. لیلای من، زیبای من، رعنای من، مردم زی هجرت بیا ای صنم محلقا، مردم زی هجرت بیا ای صنم محلقا.
خیلی خوب، خیلی سلام عالی. باشه.